كل نفس ذائقة الموت ثم إلینا ترجعون. هر کسی طعم مرگ را خواهد چشید، آنگاه فقط به پیشگاه ما بازگردانده می شوید. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الأنهار خالدین فیها نعم اجر العاملین. و بیشک کسانی را که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند در قصرهایی مرتفع از بهشت که از زیر درختان آن رودها جاری است ساکن می کنیم و همیشه در آن خواهند ماند. پاداش اهل عمل چه نیکوست.